امروز سال روز تأسیس سپاه پاسدارانه، اتفاقی که دلیل خوبی شد تا در بخش فضای مجازی روزنامه جام جم بخشی از مهمترین دستاوردها و تجهیزات نظامی سپاهو تو همه این سالا مرور کنیم. موشک هوت سریع‌ترین اژدر زیرسطحی جهانه که با برد مؤثر 10 کیلومتر و سرعت 100 متر بر ثانیه دارای قدرت تخریب بالاست. بد نیست که بدونید تو دنیا فقط ایران و روسیه هستن که این موشک رادارگریزو در اختیار دارن. با توجه به قدرت و سرعت بالای هوت، هیچ امکانی برای دفع یا فرار از اون وجود نداره، چون اگر این موشک از فاصله 1000 متری شلیک شه، در 10 ثانیه به هدف اصابت و اونو منهدم میکنه. سیدی سخت ایران به آمریکایی‌ها تو عین الاسد با این موشک اتفاق افتاد. خیلی‌ها قیام رو استثنایی ترین موشک ایران میدونن. این موشک 6 تنی دروازه ورود ایران به عرصه جدید ساخت موشک‌های بالستیک بود. موشک نقطه زن قیام 800 کیلومتر برد داره و میتونه کلاهکی به جرم 746 کیلوگرم رو حمل کنه. بارزترین ویژگی موشک قیام که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، نداشتن بالکه که قابلیت پرتاب از سیلوهای مخصوص، پرتاب از پرتاب از زیردریایی و غیره رو به این موشک میده. نشنال اینترست میگه آمریکا از سال 1976 تا حالا حدود 8 تریلیون دلار برای حفاظت از تنگه هرمز هزینه کرده. برای همین قدیر کابوس آمریکایی است. فناوری که موقع رونماییش اعلام شد، نه آمریکا و نه روسیه اونو ندارن. این زیردریایی قابلیت شلیک اژدر از 2 مقر جلویی، رهاسازی انواع مین دریایی، حمل نیروهای تکاور و موشک‌های دوش پرتابو داره. از طرفی سامانه‌های راداری هم توانایی ردگیری اونو ندارن. کریس هامر، متخصص نظامی مؤسسه مطالعات جنگ، در سال 2013 گفت ساکت‌ترین زیردریایی‌ها در جهان اونایین که روی بستر شنی دریا قرار بگیرن و بی حرکت بمونن. این همون کاریه که زیردریایی قدیر در ایران انجام میده. سجیل از نسل موشک‌های بالستیکه. این موشک زمین به زمین 2 مرحله‌ای، 2 موتور سوخت جامد مرکب و بیش از 2500 کیلومتر برد داره. موشک سجیل برخلاف موشک‌های شهاب با سوخت جامد تا حد قابل توجهی زمان پرتابو کمتر و قدرت مانور افزایش میدن. قدرت موشک‌های سجیل تا حدیه که رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا، در سال 2009 گفته سجیل میتونه کلاهک‌ها رو تا محدوده 750 کیلومتری به اسرائیل و حتی بخشایی از جنوب شرقی اروپا پرتاب کنه. برای همینم خیلی‌ها بزرگترین دستاورد در موشک‌های بالستیک از بعد دقت رو به موشک‌های سجیل نسبت میده. این موشک نقطه زن یه موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد. رسانه‌ها موشک خلیج فارس و پیشرفته و مهمترین موشک نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توصیف کردند. ویژگی که این موشک رو متمایز میکنه سرعت مافوق صوت اونه. خلیج فارس به صورت عمودی پرتاب، هدف رو شناسایی، روی اون قفل و بهش اصابت میکنه. موشکی که گفته میشه بعد از اولین آزمایشش ناوگان آمریکایی تو خلیج فارس رو وادار به عقب نشینی کرد. ساخت پهپاد رو هم به لیست دستاوردهای سپاه اضافه کنید. کشور ما در ابتدا با روش مهندسی معکوس شروع به ساخت پهپاد کرد، اما رفته رفته این روش رو بومی کرد تا جایی که الان ایران جزو 3 قدرت برتر دنیا در این زمینه به حساب میاد و در حال حاضر نیروی هوافضای سپاه توان تولید انواع پهپادهای پیشرفته رو داره. از بین پهپادهای ساخت سپاه میشه به پهپاد چند منظوره شاهد 129 یا پهپاد سیمرغ و صاعقه اشاره کرد که جزو پهپادهای پنهانکار محسوب میشن و برد نامعلوم دارن. ایران سریع‌ترین قایق‌های تندروی نظامی دنیا را در اختیار داره. سرعت بعضی از این قایق‌ها به 166 کیلومتر بر ساعت هم رسیده، در حالی که اغلب شناورهای تندروی جهان سرعتی بین 60 تا 120 کیلومتر بر ساعت دارند. از بین قایق‌های تندرو سپاه میشه به قایق سراج اشاره کرد که سریع‌ترین قایق تندرو جهان لقب گرفته و قابلیت حمل راکت اندازه‌های دریایی رو هم داره، یا قایق ذوالفقار که بر اساس ایده حمله سریع به دشمنا طراحی شده و مجهز به موشک‌های ضد کشتی میان برده. خیلیامون اسم این سامانه موشکی رو پارسال بعد از سرنگون شدن پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی‌ها بیش از پیش شنیدیم. یه سامانه تماماً ایرانی که توانایی هدف قرار دادن هواپیماهای جنگنده، بمب‌افکن و موشک‌های کروز رو داره. 3 خرداد امکان رهگیری 4 هدف و شلیک همزمان 8 موشک رو هم داره. این سامانه پدافندی سامانه مستقله که تمامی سامانه‌های راداری، سامانه هدایتگر موشکی رو داره و در مجموع به طور مستقل فرایند شناسایی، رهگیری، تعقیب و درگیری با اهداف را تا لحظه انهدام انجام میده.
این اسلحه رو در حقیقت باید یه توپ تک تیرانداز دونست که برای مقابله با بالگردهای دشمن ساخته شده، اما میشه ازش علیه اهداف زمینی، زرهی و سنگرها هم استفاده کرد. این توپ تک تیرانداز یکی از رکورددارای دنیا محسوب میشه که با بهره‌گیری از گلوله‌هایی با کالیبر 20 میلیمتر اهداف متخاصم به ویژه بالگردها رو در فاصله 2000 تا 2200 متر مورد هدف قرار میده.